رنگ پوستت سفیده، بهش افتخار کن. زیباترین شخصی که الله متعال تا روز قیامت خلق کرده یوسف علیه السلامه. رنگ پوستش سفید بود، به رنگت افتخار کن. اگه رنگ پوستت سیاهه، موسی علیه السلام رنگ پوستش سیاه بود، به رنگت افتخار کن. و اگه رنگ پوستت نه زیاد سفیده و نه زیاد سیاهه، به رنگت افتخار کن، چون محمد علیه السلام رنگ پوستش نه زیاد سفید بود و نه زیاد سیاه بود و هر رنگی دارای یه شخصیت بزرگیه. محمد نبينا بنور هدينا من مكة. دعای تو به من سپر بلا هست، ای مادر دل سوز. از دعایت ندا دارم خدا هست، ای مادر دل سوز. دعای تو به من سپر بلا هست، ای مادر دل سوز. از دعایت ندا دارم خدا هست، ای مادر دل سوز. من قربانی خاک پای تو گردم، ای مادر دل سوز. خاک پایت برایم توتیا است، ای مادر دل سوز. من قربانی خاک پای تو گردم، ای مادر دل سوز. خاک پایت برایم توتیا هست، ای مادر دل سوز. ای مادر دل سوز، تو دل سوز من هستی. تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی. ای مادر دل سوز، تو دل سوز من هستی. تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی. دعای تو به من سپر بلا هست، ای مادر دل سوز. از دعایت ندا دارم خدا هست، ای مادر دل سوز. دعای تو به من سپر بلا هست، ای مادر دل سوز. از دعایت ندا دارم خدا هست، ای مادر دل سوز. من قربانی خاک پای تو گردم، ای مادر دل سوز. خاک پایت برایم توتیا است، ای مادر دل سوز. من قربانی خاک پای تو گردم، ای مادر دل سوز. خاک پایت برایم توتیا هست، ای مادر دل سوز. ای مادر دل سوز، تو دل سوز من هستی. تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی. ای مادر دل سوز، تو دل سوز من هستی. تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی. تو خیر طلب هر شب و هر روز من هستی.